سلام به رفقای گل کانال پوریابس، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز مستر بیست یه ایده خیلی جالب برامون زده. این ویدیو راجع به نبرد بین انسان‌ها و حیوانات مختلفه. این که کی میبره بریم تو ویدیو ببینیم. سرعت کدوم بیشتره؟ یه یوزپلنگ یا یکی از سریع‌ترین ماشینای دنیا؟ آیا یه انسان میتونه یه خرس رو شکست بده؟ یه ببر میتونه رکورد پرشو بشکنه؟ به زودی میفهمیم و با یکی از قوی‌ترین آدمای دنیا هم شروع می‌کنیم. اون قراره زورشو توی مسابقه طناب کشی با یه شیر 220 کیلویی امتحان کنه. حاضری یا چی؟ بریم رتیشو پر کنیم. 3 2 1 شروع کنید. خب شروع شد. یا خدا دهنشو ببینید. آجی خیلی خفزوره. آقا شیر قشنگ داره قوی ترین مرد دنیا رو تحت فشار میذاره. وایسا این شیره چرا همچین میکنه؟ داره میچرخه؟ انگار میخواد برایانو خسته کنه. تو این عکس میبینیم که برایان داره یه هواپیما رو میکشه، ولی فعلا که حریف آقا شیره نشده. چی عجب زوری داره. رایان واقعا داره شکستش میده. بله خب اومد جلو. فقط 1 متر دیگه مونده. زود باش دیگه آخرشه. یه نمه دیگه بری تمومه. باریکلا تبریک میگم داده. رایان بازیو برد. چطور بود آقا شیر؟ ای وای، مثل این که شیرا هم جنبه باختن نداره. این تازه اولین چالش از 7 رقابتیه که قراره بین انسان‌ها و حیوانات داشته باشه. ایشون رکورددار بلندترین پرش عمودی دنیاست. اینم رکورد گینسشه. از بین 8 میلیارد آدمی که رو کره زمینن هیچکی نمیتونه بالاتر از اون بپره. و حالا داریوش قراره با این آقا ببره مسابقه بده تا ببینیم کی میتونه بالاتر بپره، انسان یا حیوان. تیم انسانو عشق. داداش ببین چه ابهتی داره. واقعا میتونی ازش بلندتر بپری؟ خدای اون اگه 4 متر بپره منم 4 تا رو میپرم. ببین چه جوری نگاه میکنه، قشنگ کشوره میره. ببینم داداش مشکلی هست؟ بچه فارسی بلد نیست. من که میگم بریم شروع کنیم. قراره با یه تیکه گوش ترغیبش کنن ببینن میپره بالا یا نه. ببینم چند مرده علاجی. رفت سراغه. رفت سمتش الانه که بپره. ببینیم ببره چقدر میپره. وای وای خدا جون. حالا اگه تو بتونی از اون بلندتر بپری در واقع رکورد خودتو یه پله میبری بالاتر. پس به جای اینکه ارتفاعو بذارم رو 3 متر و 40 سانت میبرمش رو 3 متر و 74 سانت. یعنی 3 سانت بالاتر از رکورد جهانی خودت. اگه دستش به این تابلو برسه نه تنها روی ببره رو کم کرده بلکه یه رکورد جهانی دیگه ثبت میکنه. خب گمونم از پسش بر بیام. جدی؟ چرا که نه؟ راستشو بخواین فکر نکنه. بچه‌ها تو کوچه داریوش خالیبند صدا میزنن. به جون خودم. داداش به نظر نشد میاد. خب داریوش جان حاضری یه رکورد جهانی دیگه ثبت کنی؟ بزن بریم. خب ببینیم چند مرده علاجی. حالا ببین داشت الان چی کار میکنه. آیا میتونه یا نه؟ وای خدا رکورد شکون. خیلی خفنی تو بابا. ببری جان نظر شما چیه؟ شو الان از هر کسی تو تاریخ بلندتر پریدی. چرا اینقدر ریلکسی؟ حس میکنم از این بالاترم میتونم بپرم. با تو دیگه کی هستی؟ همین الان رکورد جهان شکونی بعد میگی بیشترم میتونستم بپرم؟ راست میگه بابا، یکم متواضع باش، آدم باش، خاکی باش، مثل ما ایرانی‌ها که همیشه به خاک سیاه نشستیم. اشکال نداره، دور همیم لاقل خوش میگذره. رکورد جهان شکونی بعد میگی بیشترم میتونستم بپرم؟ برایان یه شیر رو شکست داد، داریوش هم یه ببر رو. حیونا دارن عقب میافتن. تیم آدما جلو افتادن. ولی یه حسی میگه تیم آدما تو مرحله بعدی قراره به درد سر بیافتن. ما حالا توی محوطه گاوبازی هستیم با داشمون بابا. شاکریم. بابا یه گاو سواره. ما قراره 3 تا گاوو برای تو این محوطه ول بدیم. ناموسه؟ تو باید هر تعداد کیف پولو که میتونی با خودت ببری اون سمت محوطه. اونم در حالی که 3 تا گاو دنبالتن. 3 دقیقه وقت داری. تو این 3 دقیقه هر چی پول برداری میشه مال خودت. بزن بریم عشق‌ها. موفق باشی. گاوا رو ول بدید. رفقامون تشریف آوردن. داداش جون مادرت نمیری؟ یا خدا اینا خیلی گاوه. آجی به محض اینکه از در رفتن بیرون رفتن سراغش. خیلی جالبه. سر شاخاشون هم پخ کردن که تیز نباشه، یعنی اگه اتفاقی هم افتاد منجر به مرگ نشه. خیلی گاوه. آجی به محض اینکه از در رفتن بیرون رفتن سراغش. میگی منو خدا بهش رحم کنه. برو بینیم بابا مرتی که گاو. ای وای از کنارش زود باش رد پسر، شدم. پولا رو بردار دست به جا بون. کلاهش افتاد. تا همینجا $10,000 برده. برو بینیم بابا. ولی تا کی میتونه از شاخ گاوا در امان بمونه؟ 2 تا کیف دیگه هم برداشت. درست پشت سرتن. بودو داداش بودو.
خدای من جی من بودم اصلا کنسل بودم. چی اصلا سمت این گاوا نمیرفتم. دارم میان این طرفی. بابا اشتباه گرفتید، برید دنبال اون. من هیچ کارم دیدم. این وسط بابا یه جوری لبخند به لب دست گاوا فرار میکرد که اصلا انگار کتفشم نبود. این بشر زیادی خون سرده. انگار که 3 تا گاو 700 کیلویی توی یه ذره جا افتادن دوباره. میخوام یکیشونو ناز کنم. داشتمون این وسط داره گاوا رو هم انگولک میکنه. یادم باشه دیگه آدمای اینقدر حرفه‌ای نیارم. اصلا براش انگار آب خوردن بود. آفرین شکستشون دادی. این 50,000 تا مبارکت باشه. میخوای باش چی بخری؟ احتمالاً یه وانت جدید بگیرم. قابل پیش بینی بود. ولی چیزی که قابل پیش بینی نیست نتیجه آخرین مسابقمونه. فعلا تو چالش بعدی کسایی که قراره با هم روبرو بشن میتونن تک تک استخونه بدن تو خورد کنن. خب داداش آروم بیا تو. این دوست من نیکه. شاید یادتون باشه تو مسابقه با سریع ترین آدم دنیا حتی با اینکه 1.5 کیلومتر از نووالایز جلوتر بود بازم با. امروز میخوام توی یه مسابقه یه خورده مرگبارتر یه فرصت دیگه بهش بدم. الان جلوی تو نه بابا اعتماد کن به داشه. الان جلوی تو داداش به خدا ویدیو رو ببینی خودت میفهمی یه تختت کمه. آجی ناموسن چیه؟ داداش پول دیگه دست بیل که برات نمیذارم. بنده خدا چون تو چالش قبلی باخت نمیدونه یه کپ پول چه حسی داره. خداییش بدم باختم. شما برای بردن این $100,000 باید انتخاب کنی که به مدت 1 دقیقه با کی بری توی رینگ. چشمندو بردار. گزینه اول رامیه، یه کشتیگیر سوموی 200 کیلویی. چرا اون از این ادا در میاره؟ یا پشت سرتو ببین، باید 1 دقیقه توی رینگ با این خرسه دووم بیاری. اینو واسه چی آوردین اینجا؟ و اگه فکر میکنی این خرسه بیازاره سخت در اشتباهی، چون راحت میتونه یه آدم معمولی رو تیکه پاره کنه. آخه خیلی گلاخه خرسه لامصب چشاش هم سگ داره. خب وقتش تصمیمتو بگیری. یه رقابت $100,000. دوست داری این دوستمون که اینجاست پارت کنه یا اون خرسی که اونجاست؟ به نظر میاد هر دوتاشون هم خیلی دوست داره. همین انتخاب میکنم. جهنم سرت باشه. کشتیگیر رو انتخاب کردی؟ انتخاب میکنم. این که گریزلیه بابا. بیمه میمت کردن خوشی لبزه. نه بیمه دارم نه میمه. پس واسه اینکه نیک واقعا نمیره یه مربی سومو آوردیم که یکم بهش آموزش بده. ببین باید زانوتو خم کنی بعد پاتو سر بدی. حاضری یا نه؟ میتونی وارد رینگ بشی. بیا بابا نترس، بیا این وسط. برای بردن این چالش باید 1 دقیقه بدون اینکه پات از دایره قرمز رد بشه با رامی کشتی بگیری. اگه قبل از پایان 1 دقیقه رامی بتونه از زمین بیرونت کنه هیچی گیرت نمیاد. واسه شروع مشتاتونو بذارید رو زمین. اعصاب سر جاشه دیگه واسه جا زدن دیره. بریم تو کارش. دیگه بچه رو این داره خورخور میکنه. نگاه تو رو خدا دستتو بذار زمین دیگه. خیلی وحشت خدا اینطور خاور باشه. بابا بذار زمین مشتو. وایسا بابا همون بده. زود باش دیگه. شروع شد. کجا میری؟ فرار نکن. زمان داره میگذره. بزن شتکش کن. از خودت دفاع کن بابا. کمربندشو بگیر. اون نه کمربند. دست ازم به اون. داداش به زور به دست زدی واسش مثل آب خوردنی. آخه پیرشین به پایم همه بغل کردی. 20 ثانیه گذشته. نیک تقریبا نصف راه رفتی. دوام بیار داداش. نه نیک کم نیاره خودت دفاع کن. یه بوست زیر خمشو بگیر. زیر خمش. بابا نترس میخوام پوشاک تو عوض کنم. نیک تقریبا پول بردی. بنده خدا شد آلت دستش آره. 5 ثانیه مونده. 3 2 1 خوبی داداش. داداش تو دم آخری خودت دستتو بردی بیرون و بازوندی خودتو. چه بچه ای؟ این داداش اون ماشاءالله واسه خودش حیوانیه. تو قبلا به سریع ترین آدم دنیا باختی و حالا هم به بهترین کشتیگر سوموی دنیا باختی. یکم دلم برات میسوزه. بنابراین من $10,000 رو میدم به این دوستمون که برنده شد. کلا جیمی رفیقمون رو فقط برای باختن میاره. تو چالشایی که قشنگ معلومه از پسشون بر نمیاد. راستی این چالش قبلی که بهش اشاره شد و تو این ویدیو داشت. اگه ندیدید برید ببینید. نیمار هم توش هست. یکم دلم برات میسوزه. بنابراین من $10,000 رو میدم به این دوستمون که برنده شد. وقتی که زیقی زنگ آخر بیرون وایسا کارت دارم. من تو کوچه خلوتم. حالا وقتشه بریم سراغ چالشی که به نظرم بزرگترین چالش این ویدیوه. و تازه دوست کمدینمون ترور والس رو هم دعوت کردم بیاد. ترور چشمندتو بردار. احیانا این وسط یه جای کار نمیلنگه. این فیلی که اینجاست میتونه نقاشی‌های خیلی قشنگی بکشه. و تو چالش بعدی ما قراره مسابقه نقاشی بدیم. شما نفری 10 دقیقه وقت دارید که هر چی خواستید بکشید.
هر کی نقاشی بهتری بکشه شاهکار هنریش میره توی موزه هنر واقعی. ایشالله که بهترین فیل ببره. داداش علف نزن قبل کار. یه فیل بخرید قشنگ کمراتون رو کوتاه میکنه. آی زد پس کلم. رفت سراغ رنگا. داداش یه لحظه صبر کن. زیادی ذوق داره. کامera اونور میخواد شروع کنه. 3 2 1 شروع کنید. این اولین بار تو تاریخ کانالمونه که یه فیل داره برامون نقاشی میکشه. واسه همین فعلا نقاشی رو نشونتون نمیدیم. جیمی میخوای برای چی بکشم؟ یه مدرسه گنده. حل داداش. خب اول با یه رنگ زرد تو دلبرو شروع میکنیم. واقعا این رنگو انتخاب کردی؟ داداش مدرسه ها چه رنگیه؟ خب رفت تو کارش و قلمو انداخت. بعد بهش انگیزه بدم. بیا پرتقال بخور. چطوریاس به فیل غذا میدید بعد به من هیچی نمیدید؟ لااقل یه ساق طلایی شکولی چیزی. خودمونم نگه دار. حالا اینقدر حرف نزن نقاشی تو بکش. اینم بخور. ایشالله که تو شکلات نداره. من آلرژی دارم. چرا 5 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. شاشم نارنجیه. باشه حله. میشه اون کلاه باب راسیمو بیارین؟ حالا شدی داد ماست. باب فلاس در خدمت شما. داداش داری عقب میافتی. بیا اینو بگیر برو تو کارت. آفرین چه دختری. چقدر وقت دارم؟ 4 دقیقه دیگه. راست جان وقتت داره تموم میشه تا اینجاش هم که فقط یه لکه زرد کشیدی. نه داداش برات بنز جیواگون کشیدم. خدایی حال خب زود باشی که اونو رنگ کن. منو رنگ نکن اونجا. وای جادهش مونده. حالا باید یه خورشید قشنگم بکشی. باشه پس زردو بری. فرما یه اثر هنری. 2 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. زود باش ببینم چی کار میکنی. انگار فیلمون امروز روی مود نیست. اوف گند زدم. به هنر تینا اینا خیلی سرشون قرار بود آجر باشن نه پنجره. خب یکم کمکش کنم وقت داره تموم میشه. انگار آتششونم با از این شلنگا هستم. 5 سال از تهران. خیلی زایی است به یه فیل ببازی ها. مگه اینجا سر قبرم اینقدر بولکاری کردی؟ اینم امضاییه که همیشه آخر نقاشیاش میزنه. 3 اصلا همینجوری بپاش 2 وای تر زدم. شاکارم خراب شد. 1 زمان تمام شد. هنوز قبل از کارش اینکه بریم نشده. سراغ نتیجه این مسابقه باید بگم که در ادامه یه یوز پلنگ واقعی قراره با یکی از سریع‌ترین ماشینای دنیا مسابقه بده. ولی فعلا یه داور آوردیم که 30 سال سابقه یه داوری نقاشی رو داره. خب از 1 تا 10 نمره بده. 1 یعنی خیلی بد و 10 یعنی خیلی خوب. 2 آره 2 خیلی خوب. به نظرم یه سه بچگانایی داره. انگار یکی داره با کودک درونش ارتباط برقرار میکنه. آقا هنرمندشو چیکار داری؟ نقاشیو بچه. بذار داوریشو بکنه. حالا وقتشه که از شاهکار بهترین فیل نقاش دنیا رونمایی کنیم. خدای این امتیاز داره. انگار یه دلغک روش بالا آورده. آره خودش تنهایی اینو کشیده. نظرت دربارش چیه؟ از این نقاشی حس شادی زیاده میگیرم. این خطوط قشنگ دارن داد میزنن که کی ما رو کشیده. آره نمیشه هنر رو از هنرمند جدا کرد. از 10 امتیاز به این اثر هنری چند میدی؟ به نظرم 8 از 10 منصفانه باشه. وای ترور به یه فیلم باختی. شانس همش پارتی بازیه. رقیبت داره مثل فورتنایت برای جست برنده میگیره. جسی داری؟ باشه بابا جست نگیر خسته برای میشی. همون جنگل گردی تو بکن. همونطور که قول دادم این اثر هنری رو توی موزه هنر واقعی آویزون هنر کردیم. بی بدیل. به نظرتون کسی میفهمه یه فیلی نقاشی رو کشیده؟ ولی بچه‌ها فیلا واقعا میتونن نقاشی کنن و یعنی میتونن یاد بگیرن که با خرطومشون قلمو نگه دارن بعد یه سری از حرکاتی که قبلا بهشون یاد داده شده رو تکرار کنن. مثلا این نقاشی‌ها رو ببینید اینا رو واقعا فیلا کشیدن. البته اینجوری نیست که از تخیلشون بجوشه و هنری باشه ولی میتونن اون حرکت قلمی که مربی بهشون یاد داده رو دوباره تکرار کنن. کسی میفهمه یه فیلی نقاشی رو کشیده؟ خیلی خب واسه چالش بعدی یه سری سرباز خفن اینجا داریم. به نظرتون چقدر طول میکشه منو بکشید؟ 30 ثانیه. حسابی گنگه. قراره ببینیم چقدر میتونن اینجا خودشونو از دست بهترین سگ ردیاب دنیا اودین قایم کنن. مربی به نظرت چقدر دووم میارن؟ احتمالاً حدود 5 دقیقه. اگه حتی یکی از شما بتونه تا صبح دست این سگا قایم بشه $50,000 گیره همتون. 10 دقیقه وقت دارید قایم بشید. 3 2 1 برید بگریزید. درسته این آدما نصف عمرشون رو واسه این کار آموزش دیدن ولی این سگا از بدو تولد یاد گرفتن چه جوری انسانا رو ردیابی کنن. واسه همین اگه تا صبح دووم بیارن واقعا اتفاق پشم‌ریزونیه. فکر کنم باید یه جا مخفی شم. میخوام بیشتر از همه دووم بیارم میدونید. همه دارن مثل دیوونا میدونن ولی من به خودم اصلا زحمت نمیدم. یه چند بدنمو به این ماشینا میمالم که بوی اینا رو بگیره. احتمالاً استراتژی همه اینه که خودشونو به هر ماشینی که دم دستشونه بمالن. جانی سعی میکرد با مالوندن خودش به ماشینا سگا رو گمراه کنه اما کارلوس یکم آب پیدا کرد. تصمیم گرفت که بوی خودش رو از بین ببره. بریم آبتنی. اون واسه اینکه سگا رو گیج کنه رسما زد به دل رودخونه. حالا برمیگردم به مخفی اکثرشون جا. همین استراتژی رو پیش گرفتن. اینکه اول سگو گمراه کنن و بعد توی ماشین قایم شن. باید
یه جای خوب پیدا ولی کنم. یه نفر ایده متفاوتی داشت. سلام رفقا، من اومدم بالای درخت 15 متری. البته این تنها درخت منطقه است. اینم محوطه‌ای که بقیه توش قایم شدن. فقط خدا کنه طرف بوی ما رو حس نکنه. امیدوارم پیدام نکنه. زمان شمار 10 دقیقه‌ای تمام شد. داریم میایم پیداتون کنیم. دارن میان. صدای سگا رو میشنوم. 3 2 1 سگا رو آزاد کنید. راه افتادم. میشه دنبالشون رفت؟ آره فقط رفتار سگا رو تماشا کن. قشنگ میفهمی کی بوشون رو حس کردن. یهو بینشون رو میگیرن. چجوری سگا اینقدر خوب بو میکشن؟ حالا گیرنده های بویاییشونه. هرچی پوزشون درست‌تر باشه گیرنده های بیشتری. این بالا باد خوبی میاد. اینطوری بعیده بتونن منو بو بکشن. این به نفعه چون از زمین فاصله داره. البته این محوطه خیلی بزرگه. سگا باید مرحله به مرحله تشخیص بدن کدوم بو مال کدوم یکی از این آدماست و کدومشون مال کدومیه که قبلا از اینجا رد شده. هشدار! همونجا وایسا اما واسه انگار یه چیزی پیدا کرده. اوه درش قفل نیست. اینجا رو باش. پیدام تو اولین کردم. نفری هستی که گیر افتادی. سگه داره سر و صدا میکنه، پس حتما یکی رو پیدا کرده. خیلی خفن بود. سگه تقریبا 400 500 تا ماشین رو بو کشید ولی این ماشین تنها ماشینی بود که سرش پارس کرد. خب حالا واسه اینکه خیلی قصه نخوری هر کسی که پیدا بشه بهش یه لپتاپ لنوو میدیم. پردازنده کره اولترا 9 هم روشونه. خلاصه که خیلی خفنن ولی هنوز باید 4 نفر دیگه رو پیدا کنیم. بریم درش. ما الان داریم نقشه کل منطقه رو لپتاپ لنوومون بررسی میکنیم. میخوایم کل این طرف رو بگردیم بریم سمت اتوبوسا ببینیم کسی رو پیدا میکنیم یا نه. خب اینم از نقشه. باشه بریم تو. اونا دارن میان سمت من، باید چراغو خاموش کنم. اوه انگار یکی رو شکار کرد. به این ون مشکوک شده. اوه سگه داره به این ماشین پارس میکنه. سیجین یکیه؟ برو عقب. آیا کسی اینجاست؟ گیرم انداختی. حالا چرا در رو قفل کردی؟ 2 نفر گیر افتادن. سیج داره میترکونه. شرمنده ولی $50,000 پر. ولی نگران نباش چون با این لپتاپ خفن میتونی از پس هر کاری بر بیای. با این لپتاپ لنوو کار نشد نداره. ممنونم دمت خب گرم. بریم واسه ادامه جستجو. نفر دومم پیدا کردم. منم همون اطرافم. پس ممکنه سگی یکم گیج بشه. یعنی ممکنه به خاطر اینکه یکی نزدیکم پیدا کرده دیگه بوی منو حس سگا نکنه. حسابی به جایی که یکیشون قایم شده بود نزدیک شده. بکی و سیجران از کنارم رد شده. وای از کنار اون ماشین رد شدن، نفهمیدن کسی توشی. اصلا پشمام ریخته. ولی یه اتفاق غیر منتظره افتاد. نمیدونم چجوری ولی سگا نتونستن چند نفر باقی مونده رو پیدا کنن. یکی از بچه‌ها یه قوطی ردبول انداخته اینجا. در واقع می‌خواسته رد گم کنه. اول اومده اینجا بعد جاشو عوض کرده. هر چی بوده حقش گرفته لاکردار. با تشکر از اسپانسرمون لنوو اینتل. اگه شما میخواید لپتاپ بخرید میتونید برید تو این لینک و سفارش ثبت کنید. با اینکه ساعت‌ها دنبالشون گشتیم ولی انگار بقیه سربازا آب شده بودن تو زمین. سگا کل شبو داشتن دنبالشون میگشتن. الان دیگه صبح نمیتونیم ساعت پیداشون الان 5:30 صبح. عوام کم کم داره روشن میشه. هنوز 3 نفرمون رو پیدا نکردن. اما دقیقاً قبل از اینکه چالش رو تمام کنیم لعنتی خیلی بهم نزدیکن. کسی اون توه؟ کسی تو وانت قایم شده؟ یکی اون پشت. یه نفر رو پیدا کردیم. لعنتی میگن کاش این سگا رو بفرستن بگردن این مقصرای این قطعی برق و وضعیت اینترنت و اینا رو پیدا کنن ببینیم لاغر روی ماهشون آشناشیم با هم. لعنتی پیدام کردم. بیا داداش میدونستم گشنه‌ای گفتم یه حالی بهت بدم. خوشت میاد؟ آره خیلی خوبه. و با تموم شدن زمان مسابقه 2 برنده نهایی بالاخره از مخفیگاهشون اومدن بیرون. تبریکات ویژه $50,000 بین شما تقسیم میشه. و حالا لحظه ای که همه منتظرش بودید، بعد از کلی رقابت خفن بین حیوونا و انسانا، حالا نوبت چالش آخر رسیده. این یوز پلنگ قراره با سریع ترین ماشین دنیا مسابقه بده. ببینیم کی میبره. داشمون رفت یه دوری بزنه. یوز پلنگ سریع ترین حیوان روی کره زمینه. سرعتش انقدر زیاده که یه انسان برای اینکه شانسی داشته باشه باید سوار ماشین مسابقه‌ای بشه. واسه همین من 3 تا ماشین آوردم تا ببینم کدومشون میتونه این یوز پلنگو شکست بده. خب بریم اول با این ماشین گلف شروع کنیم. وای پسر ببین چه خوش. حاضری بچه‌ها بریم؟ 3 2 1 بفرست یوزیو. وای پشمام ببین چقدر تو میدوین. تو به گردش هم نمیرسی. وایسا ما هم برسی. خدا دیگه دور شده اصلا نمیبینم. یوز پلنگ مسابقه رو تمام کرد ما هنوز نصف راهو هم نرفتیم. خیلی زشت شد. ای بابا داداش لااقل یکم آرومتر میرفتی یه شانسی داشته باشیم. خب باید بریم سراغ یه ماشین سریعتر. خب همه میدونستیم که ماشین گلف حریف یوز پلنگ نمیشه، اما برای مسابقه بعدی حسابی ریخت و پاش کردیم و گفتیم خوشگل ترین ماشین تاریخ اتومبیل رانیا برامون بیارن. مینی ون در برابر یوز پلنگ. برو!
آره دیگه جیمی. داداش این چه طرز شتاب گرفتنه؟ داداش ماشین گازسوز آوردی؟ بزنش رو بنزین لاغر. اصلا شتاب متاب یخ. واسه چی اینو انتخاب کردی؟ اینم باختیم که. آبرومونم رفت. چه وضع شاخه؟ داداش چرا وایساری باید از خط پایان رد بشی یا؟ یهو حال کرد همینجا وایسه واسه خودش. به خدا داره مسخرمون میکنه. قشنگ ایسکامونو گرفته. میدونی فکر کنم دلش برامون اما قبل از اینکه این یوز پلنگ با یه ماشین فرمولا ای مسابقه بده باید مواظب باشیم گرما زده نشه. واسه همین این کاری بود که باید میکردیم. گفتم یه سلامی بهش بکنم. میگه قربونی داشت. این تونستم بهش دست بزنم. نمیدونم چرا ولی بهمون اجازه دادن با این شکارچی خفن وقت بگذرونیم. وای مگه میشه انقدر نزدیک؟ فکر نمی‌کردم یه روز به یه یوز پلنگ بگم بیاد پیشم. خیلی تقوله. نه نزدیک کن. لازم نکنه خوشش نمیاد تو بهش دست بزنی. نکن بابا شما دو نفر رسما نمیشه این یوز پلنگ دقیقاً مثل یه گربه گنده. گذاشتیم یه خورده استراحت کنه تا قبل از مسابقه آخر زیادی خسته نشه. جا داره بگم که انجمن حمایت از حیوانات آمریکا حواسش بود موقع فیلمبرداری اتفاقی واسه این حیونا نیفت. چون واقعیت اینه که الان کمتر از 8000 یوز پلنگ تو جهان باقی مونده. واسه همین خیلی برامون مهمه که با این حیوانات در حال انقراض با نهایت دقت و احترام رفتار بشه. میشنوی چه خورخوری میکنه؟ یه نظمو خوشش اومده. خب انگار میلی آماده یه مسابقه بعدیه، بریم تو کارش. بالاخره رسیدیم به لحظه‌ای که همه منتظرش بودیم. قراره شاهد خفن‌ترین رقابت انسان در برابر حیوان باشیم. این مسابقه انقدر مهمه که هیچکی نمیتونه خرابش کنه مگر اینکه اون شخص نولان باشه. خب بریم سراغ جواب سوال یکی از مهمترین سوالات دنیا. آیا یه یوز پلنگ میتونه یه ماشین فرمولایی رو شکست بده؟ بریم بفهمیم. البته تو داستان سرعت یه فاکتوری وجود داره که مرسدس اینجا لحاظش نکرده. شما به یه ایرانی بگو که اونور خط پایان الان دارن نظری میدن، اونم کباب. بعد باید بشینی به تماشای رقابت یوز پلنگ و نظری خواه. خدای ایده خوبیه. بنویسم بفرستمش واسه مرسدس. شاید خدا رو چه دیدی ویدیوشو ساخت. حرکت! خیلی سریع میره. چه سریع رفتن. ماشین این موشک از بغل دست یوز پلنگ رد شد. وای پشمام. با اینکه میلی برنده نشد ولی واقعا اتفاق خفنیه که یه یوز پلنگ میتونه با ماشینی رقابت کنه که تو مسابقات جهانی استفاده میشه. جالبه بدونید زمانی که اولین ماشین ساخته شد بیشتر از 100,000 یوز پلنگ تو طبیعت بودن، ولی حالا تعدادشون کمتر از 8000 تاست و این وظیفه ماست که از این موجودات خارق العاده حفاظت کنیم تا همچنان بتونن الهام بخش ما باشن تا محدودیت‌ها رو پشت سر بذاریم. میلی یکی از نازترین حیواناییه که تا حالا دیدم. تا آخر ویدیو با من بودید، امیدوارم لذت برده باشید. اگه محتوای سرگرمی بیشتر میخواید حتما یه سر به سایت فیلم و سریالمون بست مدیا بزنید. لینکش زیر ویدیو هست. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.